یه موقعی مهربونی با بقیه هزینه‌اش نامهربونی با خودمونه. من دارم خودمو له میکنم که از نگاه یکی آدم خوبی باشم. یه موضوع رو اشاره کردی که من به نظرم 1000 بار دیگه هم بهش اشاره بشه باز کمه. گفتیم توی مسیر ارتباطی ما یه جایی با آدما کارمون یا ارتباطمون تموم میشه. اینکه ما بعدش داریم چجوری رفتار میکنیم این اتیکت و آدابی داره. من دوست دارم اینو اینجا دوباره بهش اشاره کنیم. دو تا نکته بگم. یکی اینکه آدما رو تشخیص بدیم از اینکه راجع به قبلی‌ها چجوری حرف میزنن. این همون جوریه که قرار راجع به تو بعد از اتمام این رابطه صحبت کنم. پس خیلی خوشحال نشو که راجع به بقیه بد حرف میزنن. این مکانیزم سبک و سیکل معیوب دوستمونه. به زودی برای تو هم اتفاق میفته. دوم این که به خودمون یادآوری بکنیم وقتی که یه آدمی وارد زندگیمون میشه به احتمال زیاد از زندگیمون خواهد رفت. به غیر از یک سری آدم محدود و معدود اکثر آدم‌ها خواهند رفت. و ما همونطور که باید ظرفیت به دست آوردن داشته باشیم باید ظرفیت از دست دادن هم داشته باشیم. هر آدمی که فقط ظرفیت به دست آوردن داشته باشه یا هیچ وقت به دست نمیاره یا از ترس از دست دادن هر چی که به دست آورده رو از دست خواهد داد. تعادل به دست آوردن چه پول چه رابطه چه اچیومنت چه هر چیزی و تعادل از دست دادن خیلی قشنگه. یه بخشی از بهبود رابطه من با خودم.